سلام بچه ها، من آروین گیمرم. امروز اومدیم که با هم بازی خوب ماینکرافت رو بررسی کنیم و ببینیم چجوری سرور بسازیم، چجوری توی بازی اصلا شروع کنیم بازی ها، چه وسایلی و چجوری به دست بیاریم. اولین کاری که میکنیم این قسمت پلی رو میبینین، یه قسمت مستطیل شکل سبز به صورت پلیه، میریم واردش میشیم. بعد از اینکه وارد شدیم یه قسمت سبز به صورت create a new world هست، اینو میزنیم. باز دوباره همون create a new world میاد به سمت چپ، ما هم دوباره میریم سمت چپش رو میزنیم. بعد میایم وارد سروایوال. کریتیو به نظر به درد نمیخوره، پس اصلا با کریتیو نریم، همون سروایوال رو شما برین، رو حالت ایزی برین که تازه کارین. منم رو حالت نورمال، چون ماینکرافت رو خیلی وقت بازی میکنم. بعد کریت رو میزنین. تا وقتی که این ورد داره آپلود میشه زنگوله من فعال کن، پیج من رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن که گمم نکنیم. خب حالا سرور ما آپلود شد. بعد که دیدین میبینین که اینجا یه دشت خیلی خوبه به نظر من، بایام خوبیه ولی نه در حد بایامی که من میخوام. حالا بایامی که من میخوام ان تو ویدیو بعدی بهتون توضیح میدم. اینجا اگه دیدین یه کندو اصل روشه، اصلا نکنه، چون زنبورا بهتون حمله میکنن، همون اول بازی زهر میزنن بهتون و میمیرین. اولین کاری که باید کنیم اینه که بهتون اول بذارین توضیح بدم. با این میدوه، با این میپره، با این هم میشینه. این بالا سمت چپ که میبینین غذاتونه، نه ببخشید جونتونه. این بالا سمت راست که میبینید غذاتونه که جونتون به غذاتون وابسته. اینجا کدو هم هست که حالا ما با کدو اینا کار نداریم. اولین ویدیو فعلا چوبا رو بعد بکنیم، ما چوب نیاز داریم، در حد 4 تا چوب میخوایم همین اول کاری، چون هدف ما پیدا کردن آیرون یا همون آهنه. این نسخه بروزترین نسخه ماینکرافته. من بهتون دارم میگم من از برنامه مایکت نصب کردم، شما میتونید از گوگل هم نصب کنید دیگه. حالا انتخاب با خودتون، اگه با مایکت راحت ترین با مایکت، با گوگل راحت ترین با گوگل نصبش کنید. من 4 تا چوبم رو همینطور که میبینید کندم. اتفاقا چه خوب که اینجا قارم هست، حالا اگه آیرون داشت آیرون میگیریم. این یه قسمت 3 نقطه میبینید اینجا هست، واردش میشیم. سمت چپ یک وسیله هست به نام پلنگ میسازیم. کل چوباتون رو پلنگ کنیم. کرافتینگ تیبل وسیله که اصل بازی با اونه، ساخت وسایل، ولی یک دونه ازش لازمه. بقیه چوباتون رو استیک کنیم ولی در حد 3 تا دسته اینجوری پلنگ نگه دارید. بعد این کرافتینگ تیبل رو بکارین، بیاین اینجا میبینین یه وسایلی آورده، یه پیککس بسازیم، یه تبرم بسازیم چوبی ولی. خب ساختیم. میایم این کرافتینگ تیبل رو میکنیم، میرین این من دنبال سنگ، که اینجا سنگ زیاده ولی نکنم یه جایی باشه دمیج نخورم. و اینکه با پیدا کردن آیرون یا همون آهن ویدیو رو تمامش میکنم. و موضوع ویدیوهای بعدی رو شما تو کامنت ها بگین به من، و هر کامنتی که بیشترین لایک رو بخوره من اون ویدیو رو اجرا میکنم و اون کار تو ویدیو بعدی من انجام میدم. حتی میتونین از بازی های دیگه هم پیشنهاد بدین، از جمله بازی پاپی پلی تایم، گرنی، هر بازی که بگین نسخه موبایلی شما میتونم براتون انجام بدم. حتی اگه بخواین لایو هم میذارم براتون، نظر با شماست. خب الان ما چند تا سنگ چیدیم، در حد 3 تا اولش باید بچینیم. برای پخت و پزم وسایل سنگی نیازه که اگه شما میخواین پخت و پزم انجام بدین و حوصله ندارین با سنگ بکنین، سرجم 11 تا سنگ جمع کنین. حالا من چون حوصله‌شو دارم بعدم سنگا جمع کنم. یه پیککس سنگی بسازین، ساختین. بعد با همین تبر چوبیمون دوباره میایم این کرافتینگ تیبل رو میکنیم، میریم به سمت اون قسمت قارمانن که ببینیم به امید خدا انشالله توش آیرون هست. من رفتم، انگار آیرون فکر نکنم باشه، ولی میتونم 8 تا چوبم و همین الان 8 تا سنگم رو جمع کنم. دمیجم نمیخورم. الان سنگا رو میکنم، بعدا
میریم سراغ کاری که قراره امروز انجام بدیم، یعنی اصلی کاریمون، یعنی آیرون و ساخت وسایل آیرونی. بچه اگه قار پیدا کردیم که چه بهتر، همونجا میریم و ویدیو رو پایانش میدم که زیاد طولانی نشه، چون میدونم حوصلتون سر میره و حوصله نگاه کردن ویدیوهای بلند رو نداریم، بخاطر همین سعی میکنم جمعش کنم ویدیو رو. این بایم که اسمش هم گفتم زیاد خوب نیست بهتون. میان کرافتینگ تیبل رو میکارین، میان تو قسمت تخت یه وسیله هست فرنیس، یک دونه ازش میسازین. بعد دوباره کرافتینگ تیبل رو میکنین، یه چند تا چوب جمع میکنین. یه درخت اونجا هست اگر نگاه کنید. میریم با همون درخت پیدا میکنید. اگر بخواین کامنت بذارین میتونم براتون، اگه لایک های کامنتتون زیاد بشه ما پای ماینکرافت هم توضیح بدم. بکنیم جنیم 4 تای دیگه. و اگر توی ماینکرافت مشکلی داشتین توی چت ها بهم بگین که براتون اگه روبیکا دارین آیدی روبیکاتون هم بذارین که من با آیدی روبیکاتون بیام بهتون توضیح بدم که چجوری باید اون قسمتش رو حل کنین و مشکل رو حل کنین و انجام بدین. الان باید دنبال یه غار بگردیم، با هم داریم دنبال غار میگردیم. الان من غار رو پیدا میکنم، آیرون ها رو جمع‌آوری میکنیم، اونا رو میپزیم، وسایل آیرونی رو میسازیم، ویدیو رو تموم میکنیم. ویدیوهای بعدی رو شما بگین چیکار کنیم. فکر کنم اینجا غار باید باشه. بله هست. اتفاقا چه خوب. ویدیو رو تموم میکنیم که حوصله سربر نشه برای شما. خب بچه من اینطوری که دارم رویت میکنم اینجا راه رفتن نداره، متاسفانه باید دور بزنیم و بریم قسمتی که آب هست، به صورت خیلی با دقت از روی آب ها کلاش کنیم. بچه من وارد این میشم، سعی کنیم روی آب بمونیم، نفس کنیم نیاد. خب الان با دقت زیر آب سعی کنید بریم پایین که نفستون نگیره. من دارم بریم پایین. اتفاقا چه خوب من هم هست. حالا این آب رو من به هر روشی که بتونم متوقف میکنم که آیرون جمع کنم. بچه اینجا قاره ولی واردش نشین، چون ماب‌های مثل زامبی و کریپر و اسکلتون توشن که ممکن شما رو بکشن. بخاطر اینجا میبینید آیرون هست و من سعی میکنم زود تموم کنم دیگه قضیه رو. دارم الان میرم بالا که آیرون ها رو بکنم. چه قار خوبی هم هست این قاری که توشیم الان. قار پر آیرونیه. اگه یکم تو بریم دایموند هم پیدا میشه، ولی من میگم دیگه روی آیرون تمامش کنم که حوصلتون سر نره دیگه، چون گفتم اصلا اون اولم گفتم هدف پیدا کردن آیرونه. اگه دایموند میخواین حتما تو کامنت ها بگین. میاین این فرنیس رو میکارین هر جا که خواستین. آیرون میبینین. حالا من میخوام بهتون اگه اینجوری نیست ماینکرافتون توضیح بدم. میاین اینو رو قسمت بالا میذارین، قسمت این آیروناتون رو. بعد میاین کرافتینگ تیبل اینجا میذارین. بعد تو قسمت حالت دیوار طور آجوریه یکم پلنج فرنیسمون رو میرین توش. چوبامون رو قسمت پایین میذاریم.
صبر میکنیم تا آیرون هامون بپره. تا اون موقع من برم این قار رو رویت کنم ببینم چه وسایل چه آیتم هایی توش پیدا میشن. بچه این لاواس یا از همون جمله نباید مذاب اصلا واردش نشین، شما رو میکشه. اتفاقا این تو این قار زامبی هست، میبینید زامبی ها دنبال همه. من سعی میکنم با زامبی ها مبارزه نکنم و تا دوری که میتونم باید الان از دستشون فرار کنم که نمیتونم. بهتی تمام کردن بازی برامون سخت میشه. اسکلتون هم از شانس بد ما تو این قارد بود و الان دنبالمونه، ولی خوشبختانه هنوز روزه و ما وقت داریم که خودمون رو نجات بدیم. الان من 5 تا آیرون گرفتم. میای تو قسمت اینجوری میتونین باش سپر، کلاهخود، کفش، شلوار، وسایل مثل شمشیر، تبر، پیککس و اینا قیچی اینا که میتونین باهاش پشم گوسفندا رو بزنین و گوسفندا رو نکشین که بازم پشمشون رشد کنه و باشون وسایل پشمی بسازین. ما الان یه پیککس میسازیم. یه دونه شمشیر هم میسازیم. حالا همه آیرون هم میخوام بپزم همینجا. وای میتونیم تا این یکی اونم بپزه. بچه تا این آرام میپزه شما چنل من دنبال کنین، ویدیو رو لایک کنین، تو کامنت ها بگین میخواین چیکار دفعه بعد چیکار کنین و کامنتی که بیشترین لایک بخوره اون کار رو انجام میدیم. خب دیگه من برم الان وسایل رو بسازیم. من یه کلاه خود میسازم و همونطور که دیدین آیرونام تموم شد. من وسایلم رو بپوشم کلاه خودم که ببینید شما تو این قسمت کلاه خودم دیدین همونجا خودش رفت رو سرم. اینجوری میشیم و وسایل رو من بکنم. خب بچه ها ویدیو رو همینجا پایان میرسونیم. همونطور که گفتم چنل من دنبال کنید، ویدیو رو لایک کنین و تو کامنت ها بگین که سری بعد چی کار کنیم و هر کامنتی که بیشترین لایک رو بخوره اون کار رو انجام میدم. حتی اگه بخواین لایوم براتون میگیرم. خب دیگه زیاد ویدیو رو طولش ندم. فعلا خداحافظ.